توی در این خانه مبارک شود، شادی تویانه مبارک شود. دعوت میکنیم برنده پرویز. ده ایفون اونو ورده میگی توی ما رو آباد که آدم یا نون میته یا آب میته یا خود میته 7 میره 8 میره ددن ددن دون. امروز 25 چیسلا راونا 5 روز پس فینالی بازی BMW X7 5 تا دیگه BMW GC. ای مردک این BMW X5 مردم میبره در شو جایزه هاشون میمونه. انا BMW X5 پروستا تک باید کامنتار یا پدر کرد. برادر عزیز مرحمت کامنتار را ایلا تو اولاوا خویان میکنه یاد دارن بعضی مدای ناتوری داشتن اجازه کاندگی نسم میبری خود هوی میکنی تا نفر که 65 اونا بلیت میگیره ای بازی میروار ای بازی عبدالله FTV هم ماشین برد میکنه هم جاش دست راز بعد بلیت کردن یک تا آیفونی 17 تایواندی پدرکا پروستا تک در نظریتون چیز میتونه اتک بس فکر کن 55 سوم میتونه اوبروی تری اینا اونجا بره بالای ماشین یک ماشینی دیگه پدرکا کدام نفر که تا 30 چیزا بلیت میگیره هم ماشین برد میکنه هم یک تا 07 پدرکا کدام نفر که اینا ما بلیت میگیره حاضر تا 30 چیزا BMW X7 برد میکنه بالاش دا 20000 سوم پول قبول میکنه درش BMW دامش برآمد 5000 سوم دیگه بالای BMW رو قبول میکنه با 55 سوم میتونی بلیت خریداری کنی تو صاحب BMW GC میشه تو صاحب BMW X7 میشه در زندگی 1 میلیون سوم پول میاره دوبای تد میدونی که من ماشینو ما خیلی میسپارم 7 میره 8 میره برادر عزیز لژندر بازی رنگی بازی گذشته شو جایزه BMW X7 درش BMW در بازی میکنه یاد دارن بعضی مدای ناتوری داشتن اجازه کاندگی نسم میبری خود هوی میکنی تا نفر که 65 اونا بلیت میگیره ای بازی میروار ای بازی عبدالله FTV هم ماشین برد میکنه هم جاش دست راز بعد بلیت خریدن یک تا آیفونی 17 تایواندی پدرکا با 55 سوم میتونی بلیت خریداری کنی شو جایزه BMW X7 برد میکنی 24 ساعت میبری قبول میکنی برادر عزیز مرحمت کامنتار را ایلا تو اولاوا خویان میکنه برادر عزیز برای کامنتار BMW X5 پدرکا موندگی چیستا بنویس توی در این خانه مبارک شود برادر عزیز بالای ماشینا یک ماشینی دیگه پدرکا کدام نفره که تا 30 چیزا بلیت میگیره هم ماشین برد میکنه هم یک تا 07 پدرکا کدام نفره که مخلصه عینو ما بلیت میگیره بالای 07 باید 5000 سوم دیگه پدرکا باید بلیت 3 توفه قبول میکنه هم BMW هم 07 هم 5000 سوم دیگه پدرکا برادر عزیز آیفون های 17 تایواندی موندگی در بازیش کدام نفره که همین بازی 65 اونا بلیت میخره هم بلیتاش در بازی میکنه هم یک تا آیفون 17 پرو مکس قبول میکنن 5 روز پس بچه‌ها مرحمت جنبستی بازی مهرآور عبدالله FTV شو جایزه BMW X7 رفتیم کدام نفره که اینا ما بلیت میگیره حاضر تا 30 چیزا BMW X7 برد میکنه بالاش دا 20000 سوم پول قبول میکنه درش BMW دانامش برآمد 5000 سوم دیگه بالای BMW رو قبول میکنه ده ایفون اونو ورده میگی توی ما رو آباد که آدم یا نون میته یا آب میته یا خود میته گفتی گپو یا شمه گیره میرم میشه با ده دا ویدیو با نبری شمه گیره میرم تمام این شایما اینا صاحب عبده شدم برادر عزیز کدام نفره که ما را میشناسه میروار را میشناسه میدونه که چی بازی گذروندگیم جاش دست پردگیم بازیشا گذشته بازیشا تماشا کنید در جا چه خیلی گذروندگی برادر عزیز عبدالله FTV مهرآور اول بدروی کانالش بازیاش تماشا کنید چه گذرون چه سپورت کی برد کرد بعد بلیت خریداری کنید ددن ددن دون. سرشید هت توی در این خانه مبارک شود، شادی تویانه مبارک شود. امروز 25 چیسلا راونا 5 روز پس فینالی بازی BMW X7 5 تا دیگه BMW GC انا BMW X5 پروستا تک باید کامنتار یا پدر کرد کدام نفری که حاضر میدونه 65 دونه بلیت میگیره یا آیفون 17 پرو مکس تایواندی پدرکش میشه با هم قبلیتش در دوری برابر بازی میکنه روز 3 چیسلا ساعت 22:00 با وقت تاجیکستان 20:00 با وقت مسکو فینالی بازی BMW X7 5 تا دیگه BMW GC انا BMW X5 پروستا تک باید کامنتار یا پدرکش میشه ای مردک این BMW X5 مردم میبره در شو جایزه هاشون میمونه از دیگام که از دایم تاجیکستان بیست یا بار بیست فکر که کدام بلاگری تاجیک گرفتگی باید کامنتار مردم صاحبی BMW X5 کردگی یا صاحب BMW GC کردگی این یگانه هم چیزی که من میمونم مخی
میمانم پروست هر چیزی که میمانم در زندگیت برای بگیری برای استفاده برای نه اینکه یه ماشین بگیری فقط دمدمی اوستا بگردی برای هم هر چیزی ارزنده و زیبنده مون یه چیزی مون که بازی مون عبرت این 55 تومانی که کج دیدین تر از خود میکنی 55 تومانی که تا قطعی هر روز قطعی کس میگردی تر از خود میکنی وای پروست اتاک در نظر تو چیز میتونه اتاک بس فکر کن 55 تومن میتونه آبرویت راه اینا اونجا برا 55 تومانی که پروست تا هر روز کج دیدین یا پاچکا چنج یا سیگارت میگیری میدونی که اول در زندگی پیلوس نیست تا ریال نه در زندگیت که ایام انرژیت که گرفتگی تو ایام یا پاچکا چنج گرفتگی فکر که چی پیلوس آوردگی در زندگیت یگان پیلوس آوردگی نیست در زندگیت نه 55 تومانی که در از خود میکنی میدونی که پیلوس داره میدونی که امروز نزدی پگا میزنی میدونی که ساعت دیگری تو میزنی تو صاحب BMW جی میشه تو صاحب BMW X7 میشه تو پروست اتاک صاحب خیلی یا دودی خالی و یا اونا میشه تو فهمیدی در زندگی چقدر پول میاره در زندگی 1 میلیون تومان پول میاره کدامت که آزی 65 دونه بلیت میگیری یه آیفون 17 پرو مکس تایلندی پدرکت میشه با هم قبل تو در روی برابر بازی میکنه روزی سیم ساعت 22:00 با وقت تاجیکستان فینالی بازی BMW X7 لوبای تدمی دونی که من ماشینام چه خیلی میسپارم تو در خانه مردم هم میبرم میسپارم که پگا نگن که ماشینش ماشینی که دروغه ایس نه برای هم قدری خانه کس میبرم من لوبای ماشینم در تو بالونش جواب میگم تو لوبای نه بالتی ماشینم در جواب میگم که تو لوبای جوره میبرم برای هم که حرکت که تیا بار بس فکر که در چی ریسک میکنی در یک کاری که ریسک میکنی که تو در آینده داره مثل نه آدمو میزنی صاحب 1 میلیون تومان صاحب X7 صاحب خیلی BMW میشه پروست تام آدمو در یه بار تو زنگ زد یه بار زنگ زد احوال زندگیشون پرس چخلش دیگه همش صاحب یگم مغازین صاحب یگم بیزنس صاحب یگم چیزی دیگه بیزنس تو زایی که هر ماه تو 65 هزار تومان پیلوس میاره ای بچه میبری 1 میلیون 1 میلیون تومان بفروش 10 تا تاکسی میخری هر روز تو بیزنس میاره روزی سیم ساعت 22:00 با وقت تاجیکستان 20:00 با وقت مسکو فینالی بازی BMW X7 5 تا دیگه BMW GC ان BMW X5 با یک کامنتار پدرکه میشه همین درو هم یه سلام بنویسید بچه هم بلیت گرفتن نمیتونی لوچی بدرو کامنتار شپا که چه منو خامیا که دیگرو دا بازی کردن پروست صرف کردن بدرو یک کامنتار هم نمیزنم یک کامنتار که مهروار با پیش سلام یا اسمایل که تو روی میکنی انا میتونه تر صاحب BMW X5 کنه روزی سیم همه تا در یوتیوب کانال عبداللطیف تیوی 18 دارم مرحمت بیا در بازی خودت اشتراک کن نفرایی که میگن این بازی دروغه بچه مردک دام همون مردک هست که در زندگی چیزی گپ زد جواب میگه چه ما پشتی کامنتاری دروغ نرسوندند مرحمت بیا در فینال بازی اشتراک تام یا مخینه تام بازی را برور 200,000 تومان با یک کلیت ایون اس پلس میتم مرحمت او شمایت پدرکه کو بیا یا جورات د توری که یا تقوی د توری که بعد بینمت که تو دیستریبیوت نمیتونی سی چه دا پشتی کامنتاری یا گپ زدن مرحمت بیا روز امسال در فینال بازی اشتراک برار مخینه تام بازی را لوبای ماشینا برو تماکی د توری میکنی جورات د توری میکنی این ماشینا رو هم بگی و 200,000 تومان یک کلیت ایون اس پلس دیگه میتم خدا نگهبان